بسم الله الرحمن الرحیم. این زنبورایی که میبینید اینا فرار کردن از کندو، به خاطر اینکه کندو استقامت زیادی داره، مثلا برای جای بودن زنبور نداشته مجبوره که با ملکه فرار میکنه یه عده‌ای. حالا به خاطر اینکه ما میخوایم بگیریمشون کندو رو برمی‌داریم به این حالت نگه می‌داریم زیر درخت حتما باید سریع باشه، نه که مثلا تیکه به تیکه، نه سریع. یه تیکان که دادیم میذاریم زنبور داخل کندو بریزه، بعد کندو رو میذاریم زمین، سریع درشون رو میبندیم. نگاه کنین که زنبور یه موقع خفه نشه موقعی که میخواین در بذاریم، با احتیاط که آسیب به زنبور نرسه. بعد در که بازه، اگر در باز نبود در کندو، سریع در کندو رو باز بکنیم. بعد یه مقداری آب میپوشونیم به اینجا که بوی ملکه از بین بره و یه قاب نگه میداریم. یه قاب از این قابا رو برمیداریم و نگه میداریم تا زنبور روی این قاب بشینه، از روی درخت یا بیرون. ولی یه تکان کوچیک دیگه میدیم